دوستانی عزیز، خوش آمدید به کانال زنی بدبخت. دوستان، برای پیشرفت کاری ما ابونه شدن را و لایک گذاشتن را فراموش نسازید. این همه زحمت ها به خاطر شماست. برای زحمت های ما را قدر کردنتان از شما سپاسگزاریم. تشکر برای توجهتان. وقتی چهره اصلی پدرت برات معلوم شوه باز شاید او وقت ازم زیاد نفرت کنی. از دیدن او روز کده برای مرگ بهتر است. انشالله که چیزی را فراموش نکرده باشم. او زن با دیدن تو آمده بود. تو را میشناسی؟ گفتم او را میشناسی؟ خانم میبرم است. درست است. متوجه مهمانت بشم. اینا را میبرم. پس نیم. زحل، میبخشی که به خبر آمدم، اما به خانه تام رفتم. گفتن که در اینجا کار میکنی. باز مام زود اینجا آمدم. چرا اینجا آمدی زحل؟ از ما چی میخوایی؟ از اینکه برات گفتم برو، ناراحت هستم چنار. باور کو که زیاد پشیمان هستم. بعدشم گفتم که چنار میفهمه که من چه قسم یک زن هستم. گفتم حتما وضعیت مرا درک کرده. حالا ما آمدیم که ازت معذرت بخوایم خواهر جان. لطفاً مرا ببخش چنار. ناخواسته تو را رنجاندم. البته حق با توست. اگه دیگه کس می بود باز همه قسم فکر میکرد. اما لطفاً کم از دید ما ببین. خدا در جای ما قرار بده. چندین سال به اولادایت مادری کردم. او وقتی که مریض شدن امرایشان بودم. بالای زخمایشان مرهم گذاشتم. چرا نمیفهمی؟ وقتی که جنگ میکردن اونا را از هم جدا میکردم. او وقتی که مادر گفته گریان میکردن اونا را تسلی میدادم. هرچی که از دستم میامد انجام میدادم تا که اونا از تو نفرت نکنند. با وجودی همه بازم بد شدم ها. گناهی من همی است که مادرشان شده نتانستم. اسما امرای قدرت خوب نیست، اما تو خودت خودیدی چنار. حالت اونا از قدرت کده خوبتر است. وقتی که اسما او گپاره برم گفت بسیار قهر شدم. ما اونا را اولاد خود میگفتم، اما میبینم که ما برشان هیچ ارزش نداشتیم. فکر کردم که زحماتم ضایع شده. زورم داد چنار. مام سنگ نیستم، انسان هستم. میبخشین خانم، میشه برام یک چای بیارین لطفاً؟ میارم دخترم. هیره باید در دوسیه دیگه میماندی اسما جان. در اینجا باید کپیش میماندی. در اصل اینا را همراه او دوسیه دیگه میمانیم. فهمیدی؟ درست است، متوجه می باشم. اگه متوجه نشی با چیزایی را که کار داریم پیدا کردن نمیتونیم. اگه اینا گم شوند باز پیدا کردنشون مشکل خود بود. بله فهمیدم. بعد از این متوجه می باشم. عمر خوش آمدی جانم. خوش باشی. خیرت باشه خانم بهار، کدام مشکلی است؟ خانم بهار، میخواستم مورد موضوع قدیر امرایتان گپ بزنم. باز مام خواستم تا آمدن شما اینجا باشن. متاسفانه نتونستیم موقع قدیر قناعت بدیم. او هیچ نمیخواه که مادر خدا ببخشه. آی خدای من، بی از او از وضعیت قدیر معلوم بود. نمیفهمم با مادرش چی بگویم. زن بیچاره زیاد منتظر اولادش است. تشویش نکنین، قدر زود دست نمیکشیم. امروز بازم با دیدنش میریم. بسیار خوشحال شدم آقا عمر. امروز محکمه میریم عمر. فکر کنم که فراموش کردی.
او خدای من فراموش کرده بودم. این کار با فردا میمونیم. اگه خواسته باشین مامرای قدیر بیادر گپ زده میتونم. من فکر میکنم با گپای میره قانع ساخته میتونم. بیازی اما مشکلات به خاطر من شده. واقعا میخوایم اشتباهی من جبران کنم. مطمئن هستی؟ خوب است. بفرمایین خانم بهار. آقا امرا میشه یک دقیقه اینجا بیاین؟ خسته نباشی بیادر. زنده باشین خواهر. قدیر دیده نمیشه کجاست؟ پشت سودا رفته و کارش زیاد است. تا 2 ساعت بعد شاید بیاید. تا استاد قدیر میایه بفرمایین داخل. نه خیر، درست است، ما بعداً خودت آمدیم. هر قسمه که خودتان میخواید. بسیار معذرت میخوایم اسما جان، شما را تا اینجا زحمت دادم. لطفاً این قسم نگوین. میشه منتظر باشیم. نه خیر، کار قدیر اصلا معلوم نیست. وقتش معلوم نیست که چی وقت خواهد آمد. دزم یک دفعه میخوایم پیش خاله فاطمه برم. وقتی که آمدم وضعیتش هیچ خوب نبود جانم. اگه خواسته باشین با هم میریم. درست است، بریم. امید جان ما رفتیم. بخیر بریم. بفرمایین میتونم کمکتان کنم؟ ورقش پیدا نکردم امرا. باید به ترتیب بانمش. اینه بگی. اما متوجه باشین نباید که پیششان کم بین. ما کارشو میکنم، تو تشویش نکن. کم از کم 1 هفته خواهد شد. درست است. بله سیبل. چی کردی؟ من بسیار با تشویش هستم. من را قبل قهوه خانه رسیدم. برش میگم که میخوایم ازش جدا شوم. دمت بشنو چی میگم. کاکای چتن سرمایه دار است، همانطور نیست اونا در یک خانه شیک زندگی. بله همونطوره. پس چرا میخوای ازش جدا شوی؟ کمه از عقلت کار بگی جانم. وقتی چتن فوتبال بازی نتونه، باز کاکایش خو او را از خانه بیرون نمیکنه، حتما در شرکت خود برش یک کار میده. باندگه سیبل، فقط که او را مدیر میسازه. امکان داره جانم. اینقدر سال ازش مواظبت کرد، اگه دوستش نمیداشت باز او را در خانه خود نگاه نمیکرد. هیچ امکان نداره که برش کار نته. او در شرکت خود به افراد قابل اعتماد زیاد ضرورت میداشته باشه جانم. نمیفهمم، باز خود دیدیم. گوش کنی کدام حماقت نکنی که بخوایی ازش جدا شوی. اول بیبی که چی میشه، بعدن باز تصمیم درسته بگی. درست است سیبل، درست است. باید قطع کنم، فعلا پیش چتن میرم. پسان باز با هم میبینیم. خوش آمدی. خوش باشی. فکر کردم که نخواد بیایی چون بسیار دیر کردی. چرا با دیدنت نیایم؟
چی بفهمم چون در این روزا با هم دیگه بسیار زشت رو کمه از عقلت کار بگیر. اگه چتن دیگه فوتبال بازی نتونه باز کاکاش خور از خانه خود بیرون نمیکنه، حتما برش یک کار میده. گپ ناق نزن، ایچو تو امکان داره؟ بسیار گشنستم، یکان چیز فرمایش بدیم؟ البته. گارسون نوش جانتان. توبه این دیگه کجا رفت؟ تو کجا بودی زهر؟ در هر جای تو را میپالیدم. ده تشناب بودم چنار. چطور کنم نمیتونم این کشیدگی را تحمل کنم. دستوری مششتم تا سر حال شوم. خب دیگه ما باید برم. جانان زنگ زده بود. کدام اقارب آسیا مادر آمده. اگه پیشش نرم باز خودت میفهمی یک عالم گپ مفتخات شنیدم. چنار میفهمم هنوزم سرم قهر هستی، اما تو بازم در مورد گپایم فکر کو ها. باز شاید درک کنی که چقدر تلفی میکنی. خدا حافظ بیبی. اگه کدام مشکل بود بازت من برم زنگ بزن، درست است؟ هر چیزی که شوه من همیشه همراه تو هستم. مرا در چی حالت قرار دادی چنار؟ از خاطر تو متاسفانه ای کارم کردم، اما بسیار میبخشی. من برات اجازه نمیتم که خانه ما را خراب کنی. خودت تیره خواستی، مرا مجبور به ای کار کردی. روز بخیر. میخواستم یک شکایت درج کنم. توبه فکر کنم در خانه نیست. در ماریم کدام چیزی نمونده، اما بسیار زیاد میبخشید. این کار کردن نمیتونم. صدای تلویزیون میآید. دیگه و خب مادرم تلویزیون روشن مانده بیرون نمیرفت. کلید خانه رو نداری؟ دارم. خدا کنه که کدام گپی نشده باشه. لطفاً تو زود منفی فکر نکنی، شاید همان باشن. مادر مادر اقدر سفید کننده انداختم اما بازم هیچ پاک نشده. اونا را بان فعلا سحر. بیا همراه ما کارت دارم.
تو دهی کل صبح نوشیدی ارجمند. تو را چی؟ باید برات حساب بتم؟ بزیکت از زاره بخو. تو چی گفتی؟ چیز نگفتم. چی کار داری؟ زودتر بگو که کار دارم. پیش خانم کاکایت برو او پاکت بیار. ای دیگه چی معنی داره؟ او نفر مال خودم میخواه سحر، یا باید مالشا بتم یا پولشه. صدایت نکش، نشه که درو بشن. بانش که بشنوه. حالا آماده شو، پیش خانم کاکایت برو بیارش. حالا اگه نه بازده مشکل مفتیم سحر. وادی تا قدر زود فراموش کردی. پیش از اینکه هلاش کنی باز میگی برو بیارش. زبان زیاد دراز شده سحر. ای بار میخوای ای قسم اعصاب ما خراب بسازی؟ ای گپ از زبانت نیار. تو از دیگه زندگی ما را تباه ساختی. بیاز از خاطر رفتار تو پیش خانواده تحقیر شده. خانوادت ها؟ خانواده تا امروز از خانوادت برای ما چی فایده رسیده؟ نگی این مسئولیت اوناست. بیاز اون مشکل تو همی است. بسیار میبخشی اما اگه اون پوله برشان میدادی بازد یک روز نمیفتادی. سحر سالایت نکش. اگه نه او زبانت هم میبرم. هر چیزی که میکنی بکن. او پاکت برم بیار. فهمیدی؟ نمیارم. بیا دختر. مادر کلان پدر سر مادرم چرا چیه؟ چیزی نیست دخترم بیا. ما فیلم کارتونی سهل میکنیم. کجا میخوای بری زن احمق؟ ها؟ برام بگو کجا میخوای بری؟ ارجمند بلیاز خود از اینجا برو صبر من امتحان نکن. زبان بازی هم میکنی احمق. ها؟ ما چی کردیم ها؟ انت نکن خسته شدیم لعنتی. فقط که از ما صبر نباشه. از ما صبر نیست. از ما صبر نیست. ما همراه چی کنم ها؟ ایره خودت خواستی احمق. حال همراهت میفهمم. همراهت حالا میفهمم لعنتی. ازت خسته شدیم. خسته شدیم لعنتی. لطفا نزن. آیشا میفهمم با ما غرض نیست، اما این زن هیچ درنگ من نمیشینه دختر. زحل میگی؟ زنی برات میگم. مادر ما را خوب میشناسم. غلط فکرم نکن، اما اگه او را چهار طرفت نبینم خوب میشه. اگه مایده داری باز میشه دلیل را مایده کنی. مایده پیشم نبود که به مشتری ها بدم. باز شام پیسی تا پاس میتم. باشد بار ببینم. زنده باشی خواهد. توبه این دیگه چی است؟ اینه که اینجا مانده باشه. او خدای من. بفرمایی نامرسه خیرتی باشه. نیکو کدام اشتباهی انجام دادیم؟ نیکو کدام بدی ما با کس رسیده؟ چطور؟ صاحب اینجا شما هستین؟ بله من هستم. از شما شکایت شده، باید تلاشی کنیم. شکایت شده؟ احمد الماریا را خوب ببین. درسته سامرسه. زینب خودت اون طرف خوب سید. حالی رو کجا پنهان کنم؟ اینه که اینجا مونده باشه. خدای خودت برم کمک کن. اگه پلیس ببینه باز چی خواهد گفتم؟ صبرش اندازی بدم. حالا من چی خواهد کردم؟
بچم هیچ رقم یک شکایت بوده. کل کارهای رسمی دکان خود درست است. ما کدام کمبودی نداره. ما وظیفه خود انجام میدیم خانم. بچم شما چی را میپالین میشه بگوین؟ بلی یاز خدا ببینید نام خدا رو براتان گفتم. چی را میپالین بگوین؟ با ما خبر رسیده که اینجا مواد مخدر است. گفتی مواد مخدر؟ تو چی گفتم میری دیوانه؟ برات گفته بودم ترگوت این کار به ما مثل آب خوردن آسان است. تو باید بالای ما افتخار کنی. بالاخره چنار از برکت ما به جایی که مربوطش است دوباره خاط رفت. از قدرتام دور خواهد شد. ببینین از دست شما مشتریایی میرم. بچه امتام روز لقمه حرام از گلولم نیر نشده. مرا چی غلط کرده قسم مواد مخدر؟ چطور امکان داره؟ یه دفعه با این سنما ببین هر کس که دروغ گفته باشه ناق گناهی ما برگردن گرفته. خدای تمامش باشه که بچه‌م ناق چرا تو پرک میکنی؟ احمد یک بار پیش سرام ببین. گفتم کدام چیز را پنهان نکنیم. هر جایی که خواسته باشین برین ببینین. خواهر جان میشه بیرون بیاین. اما اینجا را تلاشی میکنیم. حالا دیگه او را دستگیر کنیم. میخوایم در دستای چنار ولچکه ببینیم. بازم او وقت بسیار خوشخواد شدم. چیز را پیدا نکردیم آمر سه. ما خود گفته بودیم اما باور نکردیم. آیشه نترس آیشه نترس دخترکم. چیزی که نام میگن تو چیز امکان نداره. خدا شاید است امروز ما حتی قواره اوت یک چیز ندیدیم. دخترم هیچ وقت. آیشه دختر چرا رنگت پریده؟ بیا بیشی بیا خداوند جزایت به ترجمن. بچم کجا میری؟ باش من را اید کنم. مادر شما را چی شده؟ نترس دخترم. سرم دور خورد افتادم. مادر جان چی شده؟ دخترم نترس. جانم مادر نترس. تو به تشویش من نباش. تیر شد. خلاص شد. نترس دخترم. کلامش قوای ما شکستاندن. آیشه جان حالا برو برام جارو را بیاف.
بیار که من تو تایی بهش قابه جمع کنم. آمر صاحب داخل چیزی نبود. من خود گفتم اما شما باور نمیکنین. ماشیم که گناه ما رو به گردن گرفت. خدا من جزای شبته انشالله. زینب بله آمر صاحب. یک دفعه خانم را تلاشی. درست است آمر صاحب. نه دیگه جانم. حالا دیگه هنوزمو مواد پیدا نکردین. در داخل دست قبلش بود، فقط کور باشه. میشه دستتان بالا بگیرین؟ چی میکنی؟ بگم شد بسه برو. گفتم باز برو گوش کن. نمیفهمم آمر هستی چی هستی. من دکاندار 20 ساله منطقه هستم. تو هنوز معنای پلیس نمیفهمی. من اینجا کار خود درست انجام میدم. فهمیدی؟ حالا برو یک دفعه برو از تمام مردم بپرس که هدیه چه قسمه. یک بنده خدا از من شکایت نخواد کرد. فهمیدی چی گفتم؟ در این منطقه کالیسیای و سفید کردم. کسی سرم گپ نزد اما شما سرم تهمت میکنین. ما از دل خود کار نمیکنیم خانم. چیزی که بر ما شکایت شده ما بررسی میکنیم. من یک دفعه شکایت کننده را پیدا کنم باز در آخرت از گردنش میگیرم. فهمیدی؟ لطفاً با ما مشکل ایجاد نکنید. به از او چیزی نیست که بترسید. درست است. حالا بیا تلاشی کن. حالا تنها پول کفاره ما پیدا خواهد کردید جانه. زینب اول از این خانم شروع کن. درست است آمر صاحب. میشه دستایتان بالا بگیرین؟ آیشه نترس دخترم. خدا را شکر که با وجدان هستی. چیزی نبود آمر صاحب. توبه کدام چیزی نیست آمر صاحب. من خود گفتم اما کی است که باور کنم. خلاص شد. گفتم کارتان خلاص شد. حالا از دکانم برین. حالا برین دیگه چی کار داری؟ دیگه چی رسائل داری؟ گفتم برو از اینجا. برو کدام مواد مخدر نیست. حالا دیگه برین. حالا این دستکول از کی است؟ از من. این دستکول دیدین؟ نه خیر آمر صاحب. باش به درکتت کمک کنم. بیا آیسه روزت خوش. زنده باشی بیادر. روز خوش. همراه پدرم جنجال کردم. حال زد کردم. میخوایم مرا بسکری روان کنن. مادرم هم زورش نمیرسه بچهش. خب خیر خودم حل میکنم. همراه پدرم گپ میزنم ببینم چی میشه. گفتی چتین؟ او خپک میگن دیوال. او را چیز نمیشه. پشک افدم است. تو پشک ها زود نمیموره. خوب خیر بچهش دقیقش نباش. یگان دفعه که همراه چتین روبرو میشم تو لکچر میته فقط استاد فلسفه باشه. ما تو لنگش کردیم که از جای خود خسته نمیتونه. بسیار میبخشیم خانم. بسیار ببخشید. معلوم میشه خبر غلط به ما داده شده. کاش از اول میفهمیدین. پس حالا میریم دیگه. بیاین بریم. او شکایت کننده هر کسی که باشه خداوند جزایش بده انشالله. چطور یعنی؟ چنار خیلی کجاست؟ با دستای خودم بعد از قبلش مانده بودم. لعنتی. خدا میفهمه که باز چه قسم خدا نجات دادی. اما هیچ خوش نشو چنار. بالاخره تو را یک روز به زندان روان میکنم. این روزها رو باید میدیدم تا امروز از گلولم لقمه حرام تیر نشده. توبه
نخکلو جای گد و وحد کدم ما حالا چی خواهد کردم؟ بچه میچلقم شکایت میده پل کارهای رسمی دکان خو انجام شده ما کدام کم بودی نداریم بچه شما چی را میبورین یک دفعه بگین آیا خدایا تمام بشکوبای ما پیدا کنن بچه ابراغ دکترها کنده من میکنیم ما کدام چیزی نداریم که پول کنیم هر جایی که خواسته باشید میبینیم خواهر جان بشه بیرون به ما اینجا را تلاشی بکنیم خدایا تو برام صبر بده که این کارا کده باشم چرا این کارم رای میکنم آیشه تو خوب هستی؟ حتما زیاد ترسیدی نه؟ حالا جانم دست روی تباشید حالا او زن باز چطور نجات پیدا کرد؟ نه که پیش از پلیس خودشو پاکت دیده تنها تو کم بودی ترگوت بله ترگوت جان چرا برم زنگ نزدی؟ چطور شد؟ چنا را دستگیر کردن؟ نه خیری کار نشد یعنی چی که نشد زحل؟ تو چی میگی؟ نشد دیگه ترگوت پلیسا چیزی را پیدا نکردن من ناق سرت باور کردم لوداوری بگا پایت باور کردم این که بچه های چنار خودت دستگیر نشدی خدایت شکر کن ناق به سر ما جنجال خریده بودی خطره خود به سر خود گرفتم اما نشد دیگه ترگوت تو هیچ تشویش نکو من حتما یک رای پیدا میکنم که چنار زندان روان کنم تو به کارت ادامه بده و خلیل زیر نظر داشته باش تا وقتی که چنار از اینجا نرفته او باید چوب باشه و پشت چنار ایلا بته یعنی باز به سفر رسیدیم خب دیگه من رفته امرای خلیل گپ میزنم تو هم منتظر خبر ما باش بار دیگه بدون خبر ما کدام کاری نکنی بیادر خیرات باشه چرا رنگت پریدن هیچ نپرس ندیم ای بار دیگه تباه شدم چی شده بیادر قصه هفته قبل از یک شماره ناشناس به خانم چنار زنگ زدم حال پشت و شماره را گرفتن ندیم از طرف دیگه از عمر کمک خواسته در ظرف چند روز خاطفا میدن که از او شماره ما زنگ زده بودم راست میگی یعنی شماره های مغفیرم پیدا کده میتونن خدای من چی خواهد کردم چه قسم گناهی انجام دادم که خانه و زندگی من در قریه مانده و اینجا آمدم اما هنوزم پشت من ایلا نمیکنم اگه خانم چنار بفهمه که من برش زنگ زده بودم باز ترگو جزایی را به من به اولادم خواهد داد باید هرچی زودتر یک کار کنم تا نتانه به اولادم ضرر برسانم نمیتونی مانع پیدا کردن شما را شوی عمر وقت درخواستی را داده اما حالا نمیفهمم که چی خواهد شد تشویش نکو بیادر خداوند بزرگ است حتما یک راه و چاره پیدا میکنه این دوارم بردیم انشالله دیگه ناکام نمیمانیم بزودی مشتریای ما پیش دروازه بن و بعد استاد خواد شدن باز خواد دیدی یک قسم پول زیاد به دست میاریم عمر پول چیز مهم نیستی پیک بیگناهی موکل ما ثابت شد حق به حقدار رسید پول و پیسه به ما هیچ چیز نیست کافیست وقت سرم در بالشت بانم وجدانم راحت باشه او خود درست است اما ما زحمت میکشیم باز یکم از که در مقابلش باید چیزی بخواهیم اگه تو کارت درست و منظم انجام بدی باز خداوند زحماتت به جواب نمیمونه تشویش نکن
خیر باشه عمر جان، هنوزم توفه باز نکردی؟ های خدای من، از دست مصروفیت زیاد یادم رفته بود که ببینم. بسیار زیاد تشکر، بسیار مقبوله. مرا شرمنده ساختی. خوش شدم که خوشت آمد. یک دفعه با پشت که برات مقبول میگه یا نه جانم؟ معذرت میخوایم. بله خانم اسما. بله آقا عمر. خانم فاطمه خواست دست به خودکشی بزنه عمر. ما فعلا در شفاخانه هستیم. معده‌اش شستشو کردن اما هنوز خوب نشده. خانم بهارم بسیار پریشان است. یعنی حیران ماندیم که چی کنیم. میشه اینجا بیاین؟ درست است، همیان میایم. در کدام شفاخانه هستین؟ همیان خودم میرسونم. اگر پیش از رسیدن ما کدام خبر نو باشه باز ما را خبر کنین. چی شده؟ خانم فاطمه خواسته که خودکشی کنه. در شفاخانه هستن و وضعیتش خوب نیست. بسیار خوب شده. کسی بهارم از دست و شیشک نجات پیدا میکنه. او خانم با مرگ دست پنجه نرم میکنه و تو رو ببی. گاهی وقت تو رو شناخته نمیتونه. هیچ مانه گپایم شده نتونستم. وقتی که رابطه ما خوب میشه باز من یک گپ خراب میذارم. اپک جگرخون نباشین. خانم فاطمه انشالله زود خوب میشه. اگه خوب نشد چی؟ باز چی خواد کردم؟ با یه عذاب وجدان چطور زندگی خواد کردم؟ قدیرم اگه کدام گپ دیگه می بود باز وقت رو می بخشید، اما دلیلش که ما باشم باز نمی بخشه. بسیار پیشش عذر و زاری کردم اما قانع ساخته نتونستم. مادرش با مجلس پنجه نرم میکنه اما بازم اینجا نامده. میترسم که میدونی که حق مادرش ببخشه او را از دست بده. با این عذاب وجدان چطور زندگی خواد کردم؟ این وضعیت ها بیبی مشتری هم پیش از اینکه چیز بخورن رفتن. خدا کنه من مشتری های مستثنا. آی خدایا توبه کردیم. آی خدا. او مواد دستکولم چی میکرد هنوزم فکرم کار نمیکنه. ای بدیره که ده حقم کرده باشه. توبه ای دیگه کجا رفت؟ تو کجا بودی زهر؟ بسیار وقت میشد که تو را میپالم. در تشناب بودم که نه. خب دیگه حالا من باید برم. جانان زنگ زده بود. یکی از اقارب آسیا ما در آمده. اگر پیشش نرم باز یک عالم گپ مفت خواد شنیدم. تو خو میفهمی. زهر البته که او دستکولم رو مونده باشه برم دام مونده بود. او خدای من اینه چطور کنه میتونی زحل؟ چطور کنه میتونی؟ های دستا بریدی. بیا کدام بنده شاید داشته باشم. بیا که بر دختر ما باید هر چی زودتر از اینجا برو. دختر کجا میری؟ به شفاخانه میری؟ به قضیات بریده شده؟ نه خیر خواهر من یک کار دیگه دارم. چی شده؟ کجا میری؟ خالایش فکرت کجا است؟ اما ده اینجا چی گپ است؟ حالا خود چاشت است چرا مشتری نیست؟ نپرس دخترم نپرس. ده سن سال با پلیسا درگیر شده بودم.
گفتن پلیس؟ بسیار میبخشی تو رو ندیدم. قدرت تو چرا متوجه نیستی؟ زود باش بته. شوخی کردم بچم، زود قار نشو. میخوای کمکت کنم؟ حال کمکت کنم یا نه؟ نه خیر نمیخوایم. تو به خود کمک و فهمیدی؟ هر رقم راحت هستی. برو دیگه، خدا یارت. چطور بچیش، خداحافظ. بچم تو چی میکنی؟ ای چه قسم برآمدن است؟ کم متوجه باش. ای دیگه چه رقمش است؟ هر کس سر من قار میشه. توبه توبه، نمیفهمم باز چرا قصبانی هستین. تو کجا میری ای وقت؟ با دوستایم چکر میرم دیگه. گوش که چی میگم، نوشیدنی نه نوشی گفته باشم. باز از دست پدرت نجات پیدا نمیکنی. زیاد دیرم نکنی، پیش ازی که هوا تاریک شه و خانه بیا. درست است مادر، شما تشویش نکنین. دختر تو کجا میری؟ بیبی کی به گپم گوش میده؟ سحر فکرت به سرت بگی. الان زود داخل برو. بیبی اگر من بیای او تو رو در خانه نبینه میفهمی که چی میشه. فکر کنم از لط خوردن سیر نشدی. گپ بزن دختر، بعد تو میگم. تو ده اینجا منتظرم باش، من زود میام. بیبی این وضعیت ما بیبی، توفه های بچه نازدانه دست مادر، کسی را که تو به دنیا آوردی کلانش کردی به این سن و سال رساندیش، این کارایشو بیبی. با هر دفعه لط کردنش تو فخر کردی. این که اولادت خانم خود لط میکنه تو فخر میکنی نه؟ این که چطور به همسرش حدش نشان میده خوش شدی؟ یعنی ده هر دفعه لط کردن بچه درد و کینه که از پدرش به دلداری فراموش میکنی مادر. شکنجه هایی را که تو کشیده بودی حال من کشیدم، راحت شدی؟ بیبی روی ما بیبی، بیبی خوب بیبی. تو رام نمیبخشم، بندازه بچه تو هم مقصر است. هیچ وقت هر دو تانه نمیبخشم. خداوند حساب تمامی کارایتانه دانه خواهد پرسید. از این به بعد از ما و از دخترم دور باشی. بیا دخترم. ای بار خود تاله کدی، اما بار دیگه از دستم نجات پیدا نمی کنی چنار. تا را تنها سهر از اینجا روان کده میتانم. تنها از او تو میترسی. جانان دروازه را باز کن. جانان گفتم دروازه است. مانده بودی اما تو نیست. تو چی گفتم میری چنار؟ دروغ هست، نیکو کار نکدی. حالا بیا پورا کن. تو کاملا دیوانه شدی چنار. بلی از خدا از خانیم برو دیگه، هزی بیشتر شد تحمل کردن نمیتونم. من هیچ جای نمیرم، باید حسابی کار برم بتید. بله بچه شنم هم میایم دراستم، یک 15 دقیقه بعد میرسم. درست است، بیخی سعید. خاطرتان جمع. منتظر باشین بچه ها. دیگه کار نداری؟ خداحافظ، باز میبینیم. اینا ماما، میشه دوباره پس بریم؟ یک چیزی یادم رفته. چرا اعتراف نمی کنی؟ دست کورت مواد مانده بعدش به پلیس شکایت کردم بگو نه؟
چنار چیغ نزن، چتنده خانه است. بلی از خدا چیغ نزن، اگر بشنوه باز چی میشه؟ چنار تو کاملا عقلت از دست دادی. فکر منطق تو ایره قبول میکنم. من امرای مواد چی کار خواهد داشتم ها؟ در ضمن امرای تو چوری کار کنم؟ من در این باره هیچ چیز نمیفهمم که به چه قسم یک آدم اولاد ما امانت مونده. ای که با خوب بودن و نیت خوب داشتنت باور کردم اشتباه بزرگی کردیم. بعد از قدر کارات بازم ازت معذرت خواسته بودم، اما تو نیست. من بسیار ساده بودم، به گپایت باور کردم زحل. گفتم تو حق به جان بستی خود سرزنش کردم. از ما خورده غلط درک کرده باشه، از این خاطر قسم کرده باشه. زحل خود قسم یک کار نمیکنه، امانت خیانت کردی. از یک طرف آسیا مادر، از یک طرف ترگوت بیادر و از دیگر طرف چهار اولاده. میگفتم که تو متوجه باشه، میگفتم چه قسم همراه اینو زندگی کنه، اما این کار تو را بیبی. در حالی که بیگناه بودم فکر نکردی من 20 سال بدون کدام گناه از اولادم دور بودم. بازم کوشش کردی که مرا اونجا روان کنی. من چی کردم که قسم کارم را میکنی زحل؟ من همراه تو چی کردی؟ من با تو چی بدی رساندم که همراه من قسم کارم میکنی؟ چنار بلی از خدای قسم نکو. من امرای تو کدام مشکل ندارم. تو این گپا از کجا میکشی دیگه ها؟ یعنی آخرین نفر مستم که بخوایم تو را به زندان روان کنم ها؟ من تو را مثل زنه ورم نه بلکه مثل خواهرم میبینم. در حال که به بیگناهی تو باور نمیکرد من سرت باور کردم. در پیش ترگوت و سهر از دفاع کردم، امرایت کمک کردم. باز تو آمده امه قسم ازم تشکر میکنی؟ خیر باشه چنار. چطور این قسم دروغ گفته میکنی؟ چطور آدم ها را مجبور میسازی که به گپایت باور کنه؟ 20 سال پیشم سرت باور کرده بودم، میگفتم که زحل راست میگه. زحل اگه واده بته باز انجام میده. میگفتم آسیا مادر او را نکشه، ترگوت بدر او را رها نکنه. من سرت باور کرده بودم، من به تو جان خود دادم. قبل از اینکه با اوغوش خود بگیرم به تو دادم زحل. چنار قربانه چم چپ شو، ولی از خدا آرام باش. ماما یک دقیقه صبر کن، ما برقور زود پس میاییم. ای که او موادت از اسکول ماندی مطمئن هستم. باز رفتی به پلیس شکایت کردی. نمیفهمم امرم چی مشکل داری، چون من با کارای تو هیچ نمیفهمم. اما من راست اینجا روان کردن نمیتونی. بعد از این هیچ کسی ما را ازم جدا کردن نمیتونه، فهمیدی؟ بار دیگه کوشش نکنی که بریم ضرر برسانی، اگر خودت ضرر خود کردی. اینجا چی گپ هست؟ بعد از این به زبانی که خودت میفهمی گپ میزنم. گوشایتا خوب باز کن. اگه کوشش کردی بریم ضرر برسانی باز به همگی میگم که قدرت بچه مست. اگه تو وعده که برم داده بودی انجام نمیدی، باز ما از وعده که برم داده منصرف میشم. توافق ما از بین میره. مادر کاش باورم میشد که بار آخرش باشه. باز وقت از دستت گرفته خانیت میبردم. میگفتم که خانه و زندگی تبان است، اما مطمئن هستم که آدم نمیشه. ارجمند امی که برای خانه ببره بلد و کوبت شروع خواد کرد. برو، اما کسی که در قدر وقت آدم نشد مطمئن باش بعد از یوم آدم نمیشه. پشیمان میشی و دست رو را گرفته پس به این خانه خود آمدی. اینجا چی گپ است مادر؟ باز چی غال مغال انداختین دیگه؟ چیزی نیست بچیم. پول خالایشیت گم شده بود، باز فکر کرده که اینجا مانده. حق به جانب است، اما برش گفتم که اینجا نیست و انشالله به زودی پیدا خواهد شد. اما تو نیست آیشه جان؟
مادر شما درباره چی گپ میزدین؟ من خو هیچ چیز نفهمیدم. دقیقش نشو بچیم. در این باره فکر کرده جگر خون خواد شدی. درست بچیم؟ راسته چیز تاکسی منتظرم است. ما باید زود پس برم. میشه کمی پول برم بتی؟ درست است بچیم. امیاله برات میارم. بعد از قدر گپا چطور رفتم میتونم؟ چطور طرف بیادر خواهرم سر کردم میتونم؟ بیا دخترم. مادر دیگه به خونه مامانشون نمیریم. نه خیر جان. مادر جان دیگه نمیخوایم خانه برو. اگه نی پدرم باز شما رو رد میکنم. نترسی عزیزم، چون دیگه پیش پدرت نمیری. سحر روز بخیر. روز شما بخیر. با سیزگین درمنجی میخوایم ببینم. گفتن اینجا در داخل هستن آقای محترم. زنده باشین. خواهش میکنم بفرمایین آقا. آقا سیزگین. بفرما خودم هستم. من خلیل هستم. خلیل خوش آمدی. ندیم در تلفن برام گفته بود که میایی. بفرما بیشی. از اول برام قصه کو. معذرت میخوایم که به وقت مزاحم شما شدم آقا. خواهش میکنم. اصلا مهم نیست. ندیم از دوستای بسیار سابقم است. هرگز گپش از زمین انداخته نمیتونم. با خاطر او شماره تلفن عریضه داده شده. فکر کنم از طرف بچه‌تان بوده. وکیل است نه؟ هیچ نپرس بیادر. اینقدر مشکلات بالای ما آمد که نمیفهمم چی کنم. میترسم که با بچه‌م کدام دستیسه جور نکنن. ناراحت نباش. هر چی از دستم بیای انجام میتم. هیچ کس نمیتونه با بچه‌تان ضرر برسانه. با خوبی مشکل حل میسازیم. ما حتما باید بفهمم که بریزه عمرم جواب داده شده یا نه. اگه صاحب او شماره تلفن معلوم شده باشه باید قبل از بچه‌م دست به کار شوم آقا. حال فهمیدم. تشویش نکن. منتظر ما باش. ما زود پس میایم. ای چی وضعیت از دختره؟ که همراهت قسم کرده؟ پدر و مادر ملعب کرد. سحر دخترم کجا میری؟ دستاش بشکنه انشالله. الهیم کن به من دست نزن. دخترم تو را در این حالت تو الا کنم. من مشکلات خود حل ساختم میتونم و تو ضرورت ندارم. تو چرا هر روز اینجستی؟ من برات نگفته بودم که گم شو برو. چرا این کار کرد؟ چطور میتونه خانم خود قدر بزنه و به این حالت برسانه؟ با تو چی؟ با تو هیچ مربوط نمیشه. تو کی هستی؟ مادر لطفا جیغ نزنی. درست است دختره. نترس. چیزی نیست. بیا. حالا به خانه ما بریم. بیبی این طفل بسیار ترسیده. دیگه اجازه نمیتم که به او خانه بری. خانه تو؟ تو از خود خانه هم داری؟ من برات گفتم که از اینجا گم شو اما بازم کوشش میکنی اینجا باشی. ما خانه گرفتیم سحر. کارم پیدا کردیم. در اینجا زندگی کردم میتونم. من همراهت هیچ جایی نمیرم. مرا راحت باش. دخترم بده. دیگه کوشش نکن مداخله کنی. گپ ما گوش که سحر. درست است میفهمم که مرا نمیخوایی اما نمیتونی با این طفل در سرکا زندگی کنی. از خاطر دروغ قبول کن. فقط تا وقتی که خوب شوی باش. مادر لطفا گپای خاله من رد نکنی. اگه خانه بری پدرم بازم تو را یاد میکنه. اگه بخوایی یا نخوایی باید بیایی. تو را یک قسم رها نمیکنم.
اگر لازم شد تو را به زور میبرم. شفا باشه خانم بهار. زنده باشین. وضعیت خانم فاطمه چطور است؟ میدیشش شستن آقا عمر، اما هنوز به هوش نامده. دکتر گفت نترسین، انشالله خوب میشه. وقتی که دکتر میگه کدام مشکل نیست پس نباید تشویش کنین. با زودترین فرصت انشالله خوب خواهد شدن. انشالله. مامم رای دکتر گپ میزنم، تشویش نکنین. درست است، بسیار زیاد تشکر. خانم اسما کجاست؟ نمیفهمم، با عجله بیرون شد، بریم نگفت کجا میره. من فکر نمیکنم که مادرتان قصدن بخوای امروی عروسش بدی کنه. ای که امروی عروسش خانم بهار جور نمیامه درکشان میکنم. هیچ مادری نمیخوای که اولاد خود به خانمدگی بسپاره. میخوای او را به کسی بده که واقعا ازش مراقبت کرده بتانه. خانم فاطمه بجز فکر کردن در مورد شما دیگه گناهی نداره. مادرم به خانمم تهمت زد. بس بگوین من چطور را درک کنم ها؟ شما با گپایی که میگین باور دارین خانم اسما؟ امی دیروز شما نمیگفتین کسی که اشتباه میکنه نباید بخشیده شوه؟ باز دفعتن چی تغییر کرد که میخواین مادرم ببخشم خانم اسما؟ آقا قدیر میشه برام بگوین او درخت چند ساله باشه؟ چی بفهمم والله. یعنی از وقتی که یادم ایده اینجاست هیچ کدام تغییرم نکرده. شاید عمرش از مکده زیاد باشه. پس بارها شاهد سبز شدنش در بهار و شاهد زرد شدنش در خزان بودین، اما تو نیست؟ به خاطر او هیچ وقت ناراحت نشده نه؟ شما میفهمیدین که میشه اینجا خود بود، چون واقعا اینجاست و هیچ وقت جایی نخواد رفت. مادرم درست مانند درخت چنار است آقا قدیر. اولادش هم شاخهایش است. به خاطر محافظتون خدا محکم تر می سازه تا هیچ قدرت دنیا او را از بین برده نتانه. مادرم آبی را که از زمین میگیره به شاخهایش میرسانه تا اولادش همیشه سبز باشه. موسم تغییر میکنه. در فصل خزان اولادش برگای خود دانه دانه میریزانه، اما هرگز منصرف نمیشه. در مقابل طوفان، در مقابل بادها همیشه مستحکم میباشه. اولادش میفهمن که باز بهار خواهد آمد. میفهمن که میتونن به ریشه بزرگ اعتماد کنن. میفهمین اولادا چی وقت از بین میرن آقا قدیر؟ وقتی که مادرشان اونا را ترک کنه کاملا از بین میرن. کسی را ندارن که اونا را حمایت کنن. اسما جان، معلوم میشه مادرتون شما را ترک کرده و رفته. فهمیده میتونم. رفت، بله رفت، اما فقط به رفتن خود قناعت نکرد. پدر ما را با خود از بین برد و مثل برگای خزانی بی صاحب موندی. خدا واقعا تنها فکر میکنی اگه مادر ما بالای سر ما می بود باز هرگز شکایت نمیکردم آقا قدیر. درست از خانم اسما، شما گپای دلتان برام گفتین، اما شما میتونین مادرتان ببخشین؟ این گپ فرق میکنه آقا قدیر. مادر شما هنوزم امرویتان است.
شما را ترک نکرده، اما مادر ما در تمام زندگی از ما دور شد. ما را میشه تنها ماند. درست است، درک میکنم. حق به جانب استین که از مادرتان قهر باشه، اما شما هنوز هم میتونین به او درخت تکیه کنین. آها چی شده؟ نتیجه عریضه را فهمیده نتونستین؟ تا فعلا معلوم نشده، یعنی او شخص هنوز پیدا کردن نتونستن. خب معلوم است که چی وقت پیدا خود کردن؟ اینجا شهر استانبول است بیادر. با هیچ کسی ای وعده را داده نمیتونیم، یعنی فعلا ای چیز معلوم نیست. فهمیده شد، یعنی که کار ما میمانه. تشویش نکو، ما کوشش خودم میکنم. فهمیدین؟ ما فردا بازارم میایم، شاید تا او وقت نتیجه معلوم شود. روز خوش بیادر. وقتتان نگرفتم، حقتان حلال کنین. نه بخشم، هیچ مهم نیست. زحل اگر نفهمیده به هر کار دست بزنی باز عاقبتش همی است دیگه. ترگوت برات گفت همه چیزه اما گوش نکدی، بازم سر دل خود رفتی. آلخا نجات پیدا کدی. اگه همراه قدرت گپ بزنه چی؟ زحل احمق. همه چیز از بین بردی، همه چیز از بین بردی. امرای آتش بازی کردن عاقبتش همی است دیگه. چرا خدا بنا حق جگر خون میسازم؟ از امو اول باید کار تمام میکردم و بیغم میشدم. بالای سحر فشار میارم، به هر قیمت که شده باشه حتما چناره از اینجا روان میکنه. بخو دخترم، تو خو ای چیزی نخوردی؟ نمیخوایم، زیاد شلگی نکن. خانم ایم راشی جان کنه. بله خانم کاکا. سحر در خانه استی دخترم؟ باید ببینیم، امرایت گپ بزنم. نه خیر، در خانه نیستم دیگه، تصمیمم ندارم که به اون خانه قدم بانم. سحر چرا قسم میگی؟ باز چی شده دخترم؟ هیچ نپرس خانم کاکا، ارجمند دیگه از حد خود گذشته، قصد جان مکده، اما همه قدر کافی است. از ارجمند طلاق میگیرم. اوه خدای من. خب حالا کجا میری؟ تشویش نکنین، این با شما رو به تکلیف نمیسازم. به خود یک چاره پیدا میکنم. نه خیر دخترم، منظورم این نبود. گوش چطور عاجل گپت دیگه طرف میبری؟ من میخواستم بگویم که خانه خود ما بیا دخترم. آمده نمیتونم. خب شما چرا زنگ زده بودین؟ آی خدای من، نباید دیگه به حال بگویم، اما مادرت نرفته دخترم، حتی در اینجا به خود خانه گرفتم. خواستم خودم برات بگویم تا بعدا ازم ناراحت نشی که چرا برات نگفتیم. خبر دارم. بیازم من به یک مدت خانی خاله هیشم می باشم. چی؟ تو چی میگی سحر؟ نه که تو نمیخواستی چنار از اینجا بره؟ فعلا مجبور هستم. بیبی اگر جو من زنگ زد برش خوش کنین، نگوین که اینجاستم، دوباره برای مشکل جور خواهد کرد. درست است دخترم، هر قسمه که تو بخواهی، اما دروازه ما همیشه بروید باز است. هر وقتی که خواستی اینجا آمده میتونی. درست است؟ زنده باشید خانم کاکا. تو هم. ما سحر کمک میخوایم، اما خودش اونجا میره. میخوایم رای مادرش باشه، باز با بشرمی ای گپه به من میگه. چنار، بالاخره کار خود کردی، سحر فریب دادی. تو در مورد خود فکر کن زحل،
ای گپه حال بان. يلا اشرب، هاي الطريقة الوحيدة لحتى ترتاح. چرا اینقدر ما بدبخت هستیم؟ بیازو هیچ کدامش چیزی را نمیفهمم بیادر جان. فقط بر گپ زدن میرن. نمیفهمم گناه ما چی است. وقت طرف خونه میرم هیچ دلم نمیشه پیش برم. چرا؟ چون راه پیدا کردن نمیتونم. مقصر کی است؟ ارجمند. بله خانم کاکا. کجاستی ارجمند؟ کجاستم دیگه؟ در دفتر هستم کارو میکنم. البته حتما هم قسم است. پس حالا که سر کار هستی شاید از خانمتم خبر نداشته باشی. چی میگی خانم کاکا؟ خانم ما چی شده؟ خانم طفل تا گرفته خانه را ترک کرده. او اقارب ما آیشه که از پیش او رفته. چطور یعنی؟ سهر باید چرا پیش او زن احمق بره؟ ما چی بفهمم ارجمند؟ حتما آیشه با زور بردش. نظر به ای که اینجا نامده حتما او زن احمق فریبش داده. قسم نمیشه. ما اجازه نمیتم خانم ما پیش یک بیگانه بره. پس برو خانم بیار و از خانوادت مراقبت کن. درست است. او آیشه بود. کی بود که رفته بود؟ آدرسش داری؟ درست است. تلفنت قطع کو آدرس برات ده پیام روان میکنم بچه. مادر بسیار سیر شدم. حتی شکمم چاق شده. نوش جانت یک دونی. باید همیشه متخصص بخودی. درست است. میشه امروز کمی وقتر خانه برم خواهر جان؟ باید سهرشانه خانه ببرم تا استراحت کنن. البته که رفته میتونی. برو از میمانت پذیرایی کن. درست است. اما تمام کاره به تو میمانه. دقیقش نشو. تشویش نداشته باش. صبر کن. ای بیگی این ماش اضافه گیت است. مهمان داری از او خاطر برات دادم. خدا من ازت راضی باشه. خداوند از تو هم راضی باشه. حالا دیگه برو. بسیار زیاد تشکر خاله عایشه. زنده باشی. نوش جان دختر مقبولم. خاله فاطمه وقتی چشماش باز کنه و قدیر اینجا نبینه خدا میفهمه چی خواد شد. ما چی خواد کردم؟ با او چی خواد گفتم؟ ببینین که کی آمد. قدیر خوب شد که آمدی. بهار مادرم چطور است؟ بیا داخل بریم. تبریک باشه. بالاخره موفق شدی. برام گفته بودی که زیدی هستم اما بازم به درد خوردم. مادر جان ما آمدم. لطفاً چشمایت باز که مادر. قدیر تو آمدی. بچی هیچ نمیفهمم چی بگویم. بسیار پشیمان هستم. اشتباه کردم. حتی هیچ قدر هر دیتان فهمیدن نتانستم. مرا ببخشین. با عذاب وجدان زندگی کردن نمیتونم. آی بچیم عروس مقبولم از مروی نگردانین. اگه من خود مردم بچه گلم. در واقع تو باید مرا ببخشی مادر. هیچ وقت تو را درک کردن نتونستم. حق تو برم ببخش. حلال باشه بچه. خداوند از تو راضی باشه اولاد گلم. در حقیقت شما مرا ببخشین گلای مادر.
نمیه دخترم تشویش نکن. وقتی اینجا باشین کسی برتان ضرر رسونده نمیتونه. نترس، درسته؟ درسته. مادر تو هم نترس، درست است. پدرم ما را پیدا کده نمیتونه. خالایش هم ما را به پدرم تسلیم نمیکنه. هر داخل بیاین. بیا دخترم. شما اینجا بشینید تا ماندگیتون رفت شوه. ما با آشپزخانه میرم. یگان چیز پخته میکنم. هیچ زحمت نکش. هیچ اشتها نداریم. خیر است. یگان چیز پخته میکنم. تو این چه میخوابی؟ نه خیر، من دو اتاقم میخوابم. شما مادر دختر اینجا بخوابین. میفهمم که بخوابیدن جای خوب نیست. بله من اینجا میخوابم. اینجا بسیار نرم است. میخوایی که با هم غذا آماده کنیم دخترم؟ البته. ارجمند چی کده باشه انوزم زنگ نزده. بله خانم کاکا. ارجمند چی کدی خانی آیشه رو پیدا کده تا نیستی؟ بله پالیدا میرم. چند دقیقه بعد میرسم. گوش کو ارجمند، از خانمت مراقبت کو. برش اجازه نتی که از خانه جایی بره. اگه بازم فرار کده رفت باز پیداش کده نمیتونی. شما تشویش نکنین. هیچ کس در بین ما و خانمم مداخله کده نمیتونه. هر کسی این کار کنه از بین میبرمش. ای آیشه دیگه کی باشه؟ میایا و بیدین و پرسا پال در زندگی هر کس مداخله میکنه. آفرین به تو. من خط میکنم بعدن باز برات زنگ خود زدم. درست است. درست است بچه. من چند دقیقه بعد میایم. و ببین چیز کار نداری وقت آمدم برات بگیرم. درست است. بخیر میبینیم. شامتان بخیر آقا خلیل. شامی که تو اینجا بیایی باز خیر از کجا میشه؟ خدا میفهمه باز چی شرم رایت آوردی. هیچ خوش ندارم بیایم. اگه اقدر زیاد میایم باز حتما کدام دلیلی داره. گپا دراز نکو ترگوت. هرچی میگی زود بگو برم. شنیدیم که دوباره به کارهای خطرناک دست دادی. به جایی که از چنار دور باشی او را در کنار خود جای دادی. چرا؟ تو رو چی غرض است؟ این منطقه پدرت است؟ به تو چی مربوط میشه؟ این منطقه خو نه، اما اختیار تو در دستم از خلیل. هم از تو هم از بچید. جان اولاد در دستم است. اگر نمیخوای عمر از دست بتی پس به چنار نزدیک نشو و مرام با کارهایی که هیچ خوش ندارم مجبور نساز. تو بسیار شوخ هستی. نکن.
دروازه را باز کن سحر. سحر میفهمم در داخل هستی. دروازه را باز کن. گفتم دروازه را باز کن. مادر روزه را باز نکن، پدر ما را لعنت میکنم. تشویش نکن جانم، نترس. پدر تو هیچ کاری کردن نمیتونه. شما همینجا استاد باشن، اوش کنین بیرون نیایید. سحر سحر بیرون بیا. سحر چی گپ است؟ چی میخوایی؟ با بردن خانم آمدیم. با بردن خانمت آمدی؟ با کدام رای آمدی؟ با کدام رای اینجا آمدی؟ از اینجا پس شو خاله جان. سحر بیرون بیا. سحر میگم بیرون بیا. نترس یک مادر لطفا خانه نریم، لطفا نمیریم. یک دانیم تو نترس، فهمیدی؟ نمیریم جان مادر. سحر صدای من نمیشنوی؟ گفتم بیرون بیا. بیا جانم بیا. هیچ کس همراه تو نمیره. از اینجا گم شو. با تو چی وزن ها؟ با تو چی؟ به خاطر بردن خانم از تو اجازه بگیرم؟ بیبی گوش کن، دهی وقت شب مرا عصبانی نساز. اگنه چی خود کردی؟ همه تو که سر دست بلند کردی سرمان بلند میکنی؟ ببینیم چه قسم دست بلند میکنی. بار دیگه حتی امروز گپم نمیزنی خلیل. گپم فهمیدی؟ کمک کردن خوبان. حتی از دورم خدا نشان نمیتی، حتی سلامم نمیتی. فهمیدی چی گفتم؟ نفهمیدم آقا ترگات. کمک کردن به کسی که نیازمند و محتاج است به نظر من که هیچ غلط نیست. بخو نفهمیدم. همگی مرا میشناسن. اگه خانم چنار یا هر کس دیگه باشه کمکش میکنم. ای کارا نمیکنی. تو ای کارا نمیکنی خلیل. ببین خلیل، عاقبت ای کار بد خود بود. ما یک آدم با وجدان هستم. به کسی که به کمک نیاز داشته باشه جواب رد نمیتم. بیبی جانه، آقا خلیل پیش ما آمدم میگه که با وجدان هستم. میبینم که زود فراموش کردی. تو وجدان خدا 20 سال قبل نکشتی ها؟ هر دوی ما وجدانهای خدا دفن کردیم. در مقابل ما آمده بریم فکایی نگو خلیل جان. نی به سحرانه به درود زده میتونی. گم شو. تو دیگه کی هستی ها؟ از خود خانواده نداری؟ برو همراه اونا زندگی کو. سحرا مثل دختر من. تا وقتی که زنده باشم به سحر و درود زده نمیتونی. سحر تا وقتی که تو دراره نگیرم از اینجا نمیرم. گپم شنیدی؟ خانم و دخترت حال به یادت آمد؟ خاله هیچ گپ نمیفهمی ها؟ برات گفتم خانم و دخترم از اینجا میبرم. تا وقتی که خودشان نخواین هیچ کسی سحر و درود از خانه بیرون کردن نمیتونه. پیش از اینکه پیش مردم بی آبرو شویم از اینجا گم شو. دیگه باسه. گم شو. از اینجا گم شو. از بین میبرمت، قسم میخورم که میکشمت. از اینجا برو. مرا قاتل خود نساز. نمیرم خانم، نمیرم. اگه با اونا دست بزنی، اگه اونا را لمس کنی، مطمئن باش در قصد نمیشم و از بین میبرمت. بساز دیگه. تو کی هستی ها؟ تو کی هستی بگو. مانیم شو نه؟ مانیم شو احمق.
حالا از اینجا میریم. نزدیک نیا، ما همراه تو نمیایی. پس همراه من نمیایی ها؟ حالا ببین که چه قسم میبر آمد. اعلام کن. درو اینجا بیا دخترم. مادر اعلام نکن. دختر بابا ببین، دختر بخرستگی. چطور جرأت میکنی که خانه را ترک کنی ها؟ مادر اعلام کن، کار میشم. دختر من میترسانی از اینجا برو، گم شو. نه اصل تو با ما فکایی نگو. تو بهتر از ما میفهمی که وجدان انسانا با دفن کردن از بین نمیره. خلیل من در عذاب یک گناه میسوزم. فکر کردیم که بالای وجدان خود خاک بریزم، صداش بیرون نخواد شد. فکر کردیم دیگه ما را اذیت نخواد کرد، اما این قسم شد. همین قسم شد آقا ترگود. ارجمند چی کده باشه؟ خدا کنه جواب چناره داده باشه. یک بار برش زنگ بزنم. نه خیر جانم، لازم نیست که زیاد شلگی کنم. انشالله به سحر نمیگه که آدرس ما برش دادیم. چنار اگه خبر شوه ارجمند ما روان کردیم دیوانه خود شد. ما تو هر دو عذاب وجدان داریم آقا ترگود. تو بیادر سکه خدا از بین بردی و ما بدبختم تو را در ای را کمک کردم. فکر میکردم تقدیر ما تغییر میتون، اما بعداً فهمیدم که این کار کردن نمیتونم. وقت میخواستم از تقدیر خود فرار کنم. متوجه اشتباهاتم شدم، اما ناوقت شده بود. به چشمای اولادایم قسم سیل میکردم که هیچ چیز نشده باشه. با خود دروغ گفتن نتونستیم آقا ترگود. امکان نداره همتو نیست. انسان هر کس را فریب داده میتونه، اما خودش فریب داده نمیتونه. ای تو یک روز شده که بیادرت به فکرت آمده باشه و عذاب وجدان نکشیده باشی. حتی تو وقت شده که یک ثانیه تو را وجدانت عذاب نته. وقت دعا میکنی از شرم گناهایت خاموش میشی آقا ترگود. هر شب وقت سرت به بالش میمانی بار بار آرزوی مرگت میکنی. روشنترین روزایت به شب مبدل میشه. تو مثل ما خاموش موندی، وجدانت از یخنت گرفته، همه تو نیست؟ به خاطر که صدای وجدان خدا نشنویم بلندتر فریاد کشیدی، اما خاموش شد آقا ترگود. نه خیر نشد. از این خاطر از همه بیشتر تو مرا درک میتونی. وقت مشکلات در مقابل ما میایه باعث میشه تا این صدای وجدان خدا که دفن کردیم بیشتر از هر وقت دیگه بشنویم. هر قدر که نشنیده میگیری صدایش بلندتر میشه، مثل یک فریاد گوشهایت پر میسازد. برات میگه که تو کدی. حتی اگر زبانت خاموش شوه وجدانت فریاد میکشد. دختر من ایلا کن. دخترم همراه ما بیا. مادر بیا اینجا دختر. گفتم ایلایف کن لطفا این کارو نکن. دختر من میترسانی. همراه ما بیا. تو انسان نیستی. ایلایف کن. لطفا ایلایف کن. گفتم نمیرم. دخترم پیش پدر خود. گفتم ایلایف کن. یادم را راحت بان احمق. راحت بان. دیگه در این منطقه نبینم تا بوجدان. اگر در این خانه نزدیک شده بودی باز میفهمیم را چی خود کردم. باز ما به دستای خود از بین میبرمت. تو کی هستی ها؟ بچه جان زیاد گپ نزن. از اینجا برو بار آرام بار. از اینجا برو بیادر. در این وقت شب به مردم مزاحمت نکن. شما کی هستین؟ ها؟ چطور جرأت میکنین در زندگی ما مداخله کنین؟ کی هستین؟ از این وقت شب چه انداختین؟ شما چرا اینقدر مردم اذیت میکنین؟ خدا جزایتان بده. تقوی کنم کارم خلاص نشده. پاشا
مادر. خانم عایشه، حالا چشمایتان را باز کنین. خدا را شکر او نبا هوش آمد. سحر دخترم، تو خوب هستی؟ خوب هستیم، تشویش نکن، تو حال استراحت کن. شفا باشه خانم عایشه. حالا چطور هستین؟ خوب هستم، زنده باشه. خدا را شکر. شفا باشه خواهر. حالا خدا چطور احساس میکنی؟ خوب هستی؟ درو یک دانه تو ترسیدی؟ چطور است؟ به هوش آمد؟ خدا را شکر خوب است. از برکت شما نجات یافتیم. خداوند از شما راضی باشه کاکا. یعنی چی دخترم؟ وظیفه من انجام دادم. خب دیگه من باید برم. اگه به چیز ضرورت داشتی باز برم خبر بدی. زنده باشین. بله خانم کاکا. سر چی کردین دخترم؟ بسیار به تشویش هستم. از امو وقت حالا به فکر شماست. من اوزم پیش عایشه هستین. سحر صدای من مشنوی دخترم؟ مشنوم خانم کاکا، مشنوم. خب صدای چرا قسم از جانم؟ چی کنم دیگه خانم کاکا؟ ارجمند آمده سر ما حمله کرد. خدا را شکر مردم منطقه آمدن و جان ما را نجات دادن. تو چی میگی سحر؟ ارجمند حالا کجاست؟ چی بفهمم که کجاست؟ خدا جزایش بده. خانم کاکا حقیقت بگوین، شما برجمند گفتین که ما اینجا هستیم؟ نه خیر دخترم، این گپ دیگه از کجا شد؟ بلیاز خدا خانم کاکا، و جز شما دیگه کسی خبر نداشت ما اینجا هستیم. لطفا حقیقت برام بگوین، شما گفتین اما تو نیست. او فرجمند، یک کارم به درستی انجام دادن نمیتونی. خانم کاکا مشنوید؟ سحر دخترم بالای مقر نشو لطفا. وقت زنگ زد اول خبرش نگفتم، اما بعدن زیاد شلگی کرد. گفت رفته امرای خانمم گپ میزنم و قلبش به دست میارم. وقت قسم گفته حمل کده نتونستم. باز من از کجا میفهمیدم که قسم کارم میکنه؟ اگه میفهمیدم باز برش میگفتم دخترم. آه خانم کاکا، چطور دانستین که برجمند بگوین ما اینجا هستیم؟ موضوع به قدر مشکلات فرار میکنه، باز شما آدرس میدین. ولی از خدا خانم کاکا شما میخواین چی کنین؟ دخترم به خدا قسم که ارجمند مرا فریب داد. هر دو چشمم پر از اشک شده بود. سحر دخترم قربانت شم، بچه نار چیز نگو. درست است، نمیگم. زنده باشی دخترم. حالا تو هم بیشتر از اونجا نباش، خانه خود بیا. شوهرت در اینجا هیچ کار کردن نمیتونه. بیا زو از اول اشتباه کردی که پیش چنار رفتی. اینجا بیا، جایت امن تر است. هیچ کسی به تو ضرر رساندن نمیتونه. باور کنی نمیفهمم، او را به این حالت تنها مانده نمیتونم. ارجمند او را بسیار آزار داد. فکرم پیش او خاط ماند. امشب اینجا میباشم شاید اوضاعش خرابتر شود و شفاخانه ضرورت پیدا کنه. فردا صبح وقت میایم. قد میکنم شب بخیر. درست از دخترم، شب تو هم بخیر. خدا حافظ. شب بخیر دخترم، شفا باشه. شب بخیر. شب بخیر دخترم. شب بخیر. دمو اول چی گپایی که برش میگفت حالا به تشویشش میشه، اما تو نیست. نه خیر جانم، نه خیر. من بنا حق از سحر امید دارم. او وقت همه چیز فراموش کرده. بیاز و ارجمندم هیچ کار کردن نتونست. من چی خود کردم؟ او را چطور از اینجا روان کنم؟ مثل یک بلای جان خودت از جان ما چسبانده. هر قدر میخوایم از او دور شوم دگام نزدیکتر میسازه. خدا درگوت
چی کردی؟ امرای خلیل گپ زدی؟ بسیار خسته هستم زوهر، بعداً گپ میزنیم. حوصله یک کلمه گفتنم ندارم. بالا رفته استراحت میکنم. پیش خلیل برو تا هر چیز برات بگویم. باز قهرت سرم خالی کو، چقدر خوب به خدا. پدر تلفنت جواب بده دیگه. پدر شما کجا بودین؟ تلفنتانم جواب نمیدادین، بسیار به تشویشتان بودم. همراه یک دوستم کم گپ زدم جان پدر. چند دقیقه با هم قصه کردیم، از این خاطر ناوقت شد و موبایلم در لرزه بود، نشنیدم بچیم. مشکل خونه سمت نیست؟ خوب معلوم نمیشین. نه خیر جانم، فقط کمی خسته هستم. دست روی ما بشویم، باز خوب خود شدم. به خاطر که خانم چنار دخترش از دست او آدم نجات دادی، هیچ خوش نباش آقا خلیل. اگر همگی تو را قهرمان فکر کنه چی فرق میکنه؟ تو خودم میشناسی. خداوند تنها دو دنیا جزا نمیته، در هر دو دنیا عذاب خود کشیدی. دیگه چقدر ای رنج تحمل خود کردی، هیچ نمیفهمم. دختره که مقبوله نه. بسیار ترسیدی؟ نه ترس، همه چیز خلاص شد. پدرت دیگه چه نمیایم؟ آقا بیایم باز. شما چی میکنین خاله؟ بیا بیبی. بسیار مقبول است. اگه بار دیگه پدرت آمد یا از کسی ترسیدی، باز اینجا پات شد. درست است؟ اینجا هیچ کسی برای ضرر رسانده نمیتونه. امشب در اینجا خواب میشم زنده بود. درست است دخترم. خوب استی دخترم. همراه خانم کاکایم گپ زدم. فردا صبح میخواییم به اونجا بریم. نمیخوایم که برات مزاحمت کنم. چی میگی دخترم؟ اولاد و نواسه هیچ وقت مزاحم نمی باشن. دخترم، شما تمام دار و ندار زندگیم هستین. خواهش میکنم همینجا باشین. ای که به اونجا بریم به همه ما خوب خواد بود. با اجازهتان باید بخوابیم. بسیار شب بعد سپری کنیم. درست است دخترم. خواب راحت داشته باشی. به شما. مرام جای میدی یک دانی؟ خدایا هیچگاه از درگاهت ناامید نشده. برم کمک تا بتانم خدا به اولادم بیگانه ثابت کنم. تنها به خاطر خود نمیگم. میخوایم کنه از بیگناهی مادرشان مطمئن شون. میخوایم بیگناهیم ثابت شوه.
خدایا تو از اولاد محافظت کن. اجازه نده کسی برشان ضرر برسانه. برم توانایی بده که تا آخرین نفس هایم به اولادم کمک کده بتانم. زنه که گپ شوهر خدا گوش نکنه نگاه کردنش خوب نیست. ما دیگه سهر نمیخوایم. بچیم از عقلت کار بگیر. تو به سر ضرورت داری. کاکایش یک شرکت بسیار بزرگ داره. معلوم نیست فردا پس فردا چی خواهد شد. سهر برات فایده خواهد رسد. اونا سهر زیاد دوست دارن. درست است مادرم. ما دیگه سهر قانع ساخته نمیتونم. دیگه به خانه نمیایم چون بسیار ضدی است. خب تو سهر چی کار داری؟ تو یک پدر هستی، تو اولاد داری جانم. برو او را بیار. باز مادرش با پای خود اینجا میآید. بیاد دوری دختر خودت تحمل کردن نمیتونه. صبح بخیر دخترم. برم بگو امشب راحت خواب کرده تا نستی؟ خمیدم و هیچ نترسیدم. آفرین دخترم. حالا که نترسیدی باز برنده یک جایزه شدی. بیا اینجا بیا. چقدر مقبول شد کده. بسیار خوشم آمد. زیاد تشکر. نوش جانه. خاله جان میشه که گشنی داشته نخورم؟ اما این خود بسیار فایده داره. توی رو باید بخوری. اگه ایره نخوری باز من ازت ناراحت میشم. درست است. آفرین دخترکم. وقت دکتر چتن چند بجه است؟ درست است خواهر جان. شما برین ما تو مستقیم به شفاخانه میم. درست است. خب دیگه باز میبینیم. چتن چی شده؟ چرا به شفاخانه میرین؟ کاکایم یک دکتر دیگر رو پیدا کرده. میخواین پیش او ببرنش. ما میخوایم برم. خواهش میکنم مانع من نشو. ازم نخواهی قسم یک روز بچه ما تنها بانم. تو هم یک مادر هستی. لطفا رد نکن. به کارتان نمیرین؟ بعد یه زنگ میزنم رخصت میگیرم. درست است. خوب است بیا. درست است. پیش از دیگه ناوقت شو من میرم آماده میشم. تو هم برو چای تا بخور. درست است. حالا دیگه بچه‌م بخور. اینقدر جگرخون نباش. بیبی بهترین دکتر ترکیه رو برات پیدا کردم. شاید او تشخیصش مثبت باشه. انشالله بخیر خوب میشی. هیچ فکر نمی کنم کاکا. اما انشالله قسمی که میگین شبه. آقا قدرت چه وقت سر میز تشریف میارن؟ اونا تا بیدار نشدن آقا ترگوت. اگه میخواین که بیدارشان کنم. او وقت بیدار شده بود. حالا خاتمت. بیادر الان کماده شو که بریم. چی عجله دارین دخترم؟ بانک صبحانه خدا بخوره. کاکا باید بیادرم برستانم. از زود سر کار برم. امرای سهرم گفت زدیم او به شفاخانه میآید. لازم نیست. تو مستقیم به کارت برو. خانم کاکای همراهش میره. متوجهش میباشه جانم. تو تشویش نکن. خانم کاکای باید به چتن کمک کنه.
به خاطر قدرت روزایی را که چتن دید. اما تو نیست زحل؟ البته جانم، هر چیزی که از دستم بیایه انجام میتم. گپایی را که زدی دانه دانه تاوانش ازت میگیرم. بخوایی یا نخوایی باید دوباره به خانه برگردی. خسته نباشی. زنده باشی. اما چرا آمدین؟ ما خب گفتم امی که معلوم شو برات زنگ میزنم. هیچ تحمل نتونستم بیادر. با زحمت میشه که یک دفعه ببینی. چند دقیقه پیش دیدم ای چیز نامده. تو به خدایا لطفاً بیادر یک دفعه رگان بیبی. میشه که آمده باشه. خوب است. پرسیدم میایم. اون دادلی یکم کار دارم اپیک. شاید کم نه وقت بیایم. درباره دوستی قاسمان بعض سوالات از قاضی پرسان میکنم. درسته. بسنید. چی شده؟ آمده یا نه؟ متاسفانه نخیر. تا فعلا چیز نامده. اما پریشان نشو. امروز یا فردا حتما خبر میرسه. تو معروض اینجا آمده خدا خسته نساز. امی که کار چاو ما برات زنگ بزنم. بیادر جان پشتش اعلان نکنی. به زودترین فرصت دعوال بتی. اگه اون معلومات پیش از ما به دست عمر برسه باز تباه میشم. خاطر تخت باشه، دل جمع باشه. متوجه می باشم. روزتان خوش. زنده باشی. خدایا خیر. خدایا تو کمکم کن. اگه عمرم خبر شوه که اون نفر ما هستم باز هیچ خوب نمیشه. ازت خواهش میکنم اجازه نده که جزای گناه های مرا بچیم ببینم. پدر؟ البته که فرصت گرفتن دو رو را به دست میارم. باز خود دیدی که هیچ کس مانع شده namitonه. اگر به پای خود پشت ندویدی باز ما آدم نباشم. Şimdi ayrıldık, özledim seni. Geçer sanmıştım, aylar geçti, unutmadım seni. Gözyaşlarım hiç değmesin kurumuş toprağıma. Seni üzmek en son şeydir şu kısa hayatımda.